خسته نباشین. ببخشید مزاحمتون میشم با حالت وایس و صدا. من آرتین عبدالعلی هستم، داداش آرمان. نسبت به وایس استوری قبلی که گذاشته بودم خواستم بیام بگم که خیلی چرند و چرت و پرته و خیلی از درون من رو آتیش داره میزنه. همچین چیزایی گفته شده کاملا دروغ هست و کاملا پیگرد قانونی خواهد داشت دروغاشون و توهینهاشون. یه جورایی که میگن که آرتین به خاطر فلان علت نرفته. من اگه نرفتم به خاطر این بوده که دوست نداشتم داداشم تو همچین حالتی ببینم و ما مخصوصا واقعا دردناکه، چون همیشه آرزوم بود و همیشه تصورم و خوابهام و از آرزوام این بود که آرمان رو زندان آمده بیرون، کارشو میکنه، درسشو میخونه و هرچی و این شکلی نشد. این صحت اصلا نداره و خیلی بیشرفن کسایی که این شکلی دروغ میگن پشت سر مرده و زنده. و اینکه میگن که آرتین ملاقات آخر نمیرفت و اینا کاملا چرندیات خالصه. در این 1.5 ماه که آرمان 5 بار رفت زیر در ساتور یا سوئیت، هر 5 بار رو من خودم به شخص روندم و مامان بابام رو بردم اونجا و رفتیم آن دیدیم. من با کله میرفتم آرمان رو تو اون شرایط ببینم که بهش بگم که آروم باش، نگران نباش، چیزی نمیشه، هوای مامان بابام و آرمان رو داشته باشم هرچی. من با آرمان این قول رو دادم که اگه 1% یه روز اتفاقی بیفته فلان، من هستم و هوای مامان بابا رو دارم. سر این قولم هستم نسبت به اون خیلی‌ها که میگن هوای مامان بابا تو داشته باشه. اینا کاملا دارم. این وظیفه‌مه، وظیفه شخصیم، برادریم و قولی که داده بودم. و اینکه همین مدل چرندیات بود که الان آرمان به خاطر زیر خاک هستش، به خاطر همین دروغ ها بود. ببخشید بعد از یه مدت طولانی دوره اینو گذاشتم. اینا بعد میگفتم، من میگم مغزم خیلی درگیره، شرمنده‌ام، یادم یه سری رو بگم. و اینکه ملاقات آخر هم میگن نرفته، به خاطر اینه که ملاقات آخری نبود و به خاطر صلح و سازش رفته بودن. اون روز قرار نبود اتفاقی بیفته، کاملا یهویی شد و واسه صلح و سازش من راه نمیدن اونجا، ولی من رم خونهشون به حال میرفتم. سلام، خسته نباشین. من میخواستم یه استوری خیلی ریز واسهتون بذارم نسبت به کسایی که کاملا چرت و پرت میگن که شما خودتون بالاتر میدین، چرا واسه رضایت نفت فلان میسال اینا. و حتی کسایی که تا حدی به اون خانواده هم حق میدن. من این استوریو 3 ماه 4 ماه پیش این وایس رو 3-4 ماه پیش گرفته بودن و فکر کنم حتی میتونن شکایت کنن ازم که واسه مهم نیست. من فقط میخوام به کل دنیا نشون بدم که این افراد چقدر وحشی و انسان نیستن. خیلی خلاصه میگم، استوریو هم واسهتون میذارم. ازتون خواهش میکنم صدای منو بشنوید واسه 30 ثانیه. لطفاً نذاری من بیدار داشتم. این وایس رو من میگم 3-4 ماه پیش گرفته بودم. رفته بودیم دم خونه‌شون. اینو توی برجی زندگی میکردن. الان تا از ایران رفتن دیگه، نمیگم میکردن که خب خیلی امنیتی نه. خب به هر حال دیدیم برج زیرش آدم هستش که نرم برام بالا یا هر چی، مثلا یا اگه میخوای بری بالا مثلا خانم فلانی، مثلا آقای فلانی بیاد بالا، مثلا مهمونه حالا هر چی. بعد همسایه‌شون لطف داشتن به ما کمک می‌کردن، ما رو به عنوان مهمون خودشون می‌بردن بالا. بعد می‌رفتیم طبقه اونا، جلوی درشون می‌نشستیم، التماس می‌کردیم که نیان باز هم بگن که 8 سال گذشته اینه یک بار با ما همدردی نکردن. یعنی حرفشون چرت و پرت. ما از اول باشون بودیم و حتی نه از روز اول هم بازم توضیحات خودشو داره. ولی من رفتم دم خونه‌شون، خودم شخصا داشتم التماس می‌کردم. از التماس کردن متأسفانه بلد نیستم، به هم یاد ندادن التماس کردن و چیز عادی هم هستش که مثلا طرف التماس کردن بلد نیست فلان بیسار. ولی اینا من داشتم التماس می‌کردم، اینا برای اینکه صدای من گم و گوشه جوک میگفتن بلند می‌خندیدن.
بازم سلام، ببخشید من امروز زیاد استوری واسهتون گذاشتم. میگم روزای خوبتون رو نمیخوام تلخ کنم واسهتون، امیدوارم روزای خوبی داشته باشین. ولی اینو خواستم بگم که تک تک کسایی که در از تو پی وی مسیج میدن، تسلیت میگن، هر چی که میگن و خوبه، ازشون تشکر میکنم. ببخشید جواب تک تکتون نمیتونم بدم، منطقا خیلی زیاده و حرف خاص نیست، یعنی فقط در حد یه تشکره. من داری نمیکنم و الان اینجا تو استوری ازتون تشکر میکنم که انقدر لطفین و مهربونین. و این پیج من ساختم، میگن که خب قضیه تموم شده بیخیال شو فلان. این پیج من ساختم برای اینکه حق آرمان رو بتونیم یه جوری یه جایی بگیریم و ما قصدمون این نیست که اون افراد رو قصاص کنیم، بکشیم، فلان کنیم. فقط قصدمونه که کل دنیا بفهمه اینا چقدر حیوان و وحشی هستن و بودن. و اگه الان میگین میدونیم فلانه، الان نه 2000 خورده این نفر میدونن. من قصدم رسما همون 8 میلیارد کل کره زمینه. میگم نمیدونم، بازم ببخشید.